اوف اینو وای یه اپسیلون ثانیه این بر اونور زود بپری دیر بپری به فنا رفتی. نه سلام خیلی مخلصم که همتون حامد تبریزی هم. امیدوارم که همیشه بخندین و لبتون همیشه به خنده باز بشه، دلتون پر از امید و آرامش باشه. مرسی که منو نگاه میکنین. شما دارین از صفحه رسمی یوتیوب منو دنبال میکنین. قرار امروز ویدیوهایی رو نگاه کنم که به نظرم هر کسی این کارا رو نمیتونه بکنه به خاطر خطرناک بودن این کارهای خطرناک، چون ریسکش خیلی بالا، احتمال مرگش خیلی بالا. اصلا من اینو خب تیکه تیکه این ویدیوها رو توی اینستاگرام دیده بودم و اینکه ادمین عزیزم، ادیتور عزیزم زحمت کشید اینا رو به هم دیگه چسبون واسم فرستاد. من خودم اینا رو ندیدم، قرار اولین بار اینا رو ببینم. چند تاشو دیدم ولی خب خیلیاشون رو ندیدم. با هم دیگه بریم نگاه کنیم. امیدوارم که هیچ موقع از این کارا نکنیم. البته اگه فنشو داشته باشیم که چرا که نه، ولی خب خیلی باید حرفه‌ای باشی. بکنم دو سه تا ورزش باید بلد. بریم آقا، آماده این؟ بریم که داشته باشیم. خیلی خطرناکه. واو. لحظه به لحظه این ویدیو هیجان و یعنی خطر رو احساس میکنی. واو وای 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 آدم بود؟ اوف اینو من قبلا دیده بودم. وای ببین پشمای خودش هم میریزا که زنده مونده. این حالا تقریبا برای من نه ولی آسون بود برای خودش. وای این هم ریسکش بالا بود. اگه چرخش به گلا گیر میکرد یا حسین حرام. سخت بود این، خیلی سخت بود. تو صحنه‌آهسته خیلی آسونه ولی خیلی سخته. یه اپسیلون ثانیه این بر اونور زود بپری دیر بپری به فنا رفتی. وای من اینو دیده بودم. اینم خیلی ریسکش بالاه. پات یه کوچولو چپ و راست بشه، پاتو نتونی درست بذاری بپرید، قایق موتوری از رود رد شده. صحنه‌آهسته رو نگاه کنید. وای از بین محور عقب و جلوی 18 چرخ رد شد. پشماش ریخته خودش. خورد چراغ عقبش هم خورد. وای این نه. هیچی سرعت نداشت. 80 تا 90 تا داشت. وای دیگه ببین
آخرش بود اون حرکت. من نمیدونم چرا احساس میکنم این شخص حتما یه چیز زده. یه آدم هیچ موقع با عقل اصلا چرا باید این کارا رو بکنه؟ به خاطر ویو، به خاطر دیده شدن جون خودشو به خطر بندازه؟ حالا این یکم اوکی. آقا من پرام ریخ و خطرناکترین اتفاقایی که میتونه آدم رقم بزنه، این شخص رقم زد. من فقط یه کلیپشو بیارم که این بچه این خطرناکترین کاری بود که کرد. این نگاه کنین. من که پرام ریخته واقعا. من چند سالی میشه که تو این فضا فعالیت دارم. توی زندگیم خیلی ریسک کردم، خیلی زیاد ریسک کردم توی بیزینسم، توی کارم، توی خرید کردنم. آقا این خوبه، این بده، اینو بخرم نخرم، این معامله ریسک باید بکنی توی معاملات، توی بیزینس. ولی هیچ موقع برای دیده شدن، برای ویو خودم، ببین من پریدم، حالا از یه ارتفاعی پریدم توی آب که فکر کنم 20 متر بود. برای حال خوب خودم این کارو کردم، خواستم یه هیجانی به زندگیم بدم، یه چیز رو تجربه کنم. ولی این که بیای، اینم خب یه فنه، یه هنره، یه تکنیکه، ولی خب دوست ندارم خودم امتحان کنم و دوست ندارم شما امتحان کنید. خیلی ترسناک بود. خیلی مخلصم، مرسی منو تو این لحظه نگاه کردین. منتظر ویدیوهای خفن‌تر و باحال‌تر از من باشین. تا دیداری دیگر، بدرود.